بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده، الصلاة والسلام على من لا نبی بعده. السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و گرامی قدر، انشاءالله با کمک خداوند موضوع امروزه را درباره قناعت آغاز میکنیم. دوستان گرامی، خود قناعت معنایش این است که هر چیزی که خداوند مقدار مالی که برای انسان میرساند، برای این مال شکر کرده باشد، بنده شکرگزار باشد در هر مقدار مالی که خداوند برای اون میرساند. و اینچنین در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد اشاره می شود درباره قناعت. یکی از حدیث هایی که امام ترمذی روایت می کنند، حضرت ابو هریره می فرماید که روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دست مرا گرفتند و برای من 5 چیز را آموختند. یکی از این 5 گانه همین بود که ورضا بما قسم الله لك تکن اغنى الناس. پیامبر خدا به حضرت ابو هریره فرمودند که ای ابو هریره، تو رضا باش با آن مقدار مالی که خداوند برای تو میرساند، ثروتمندترین نفر خواهی بود. دوستان عزیز، خیلی یک جمله زیباست که پیامبر صلی الله علیه و سلم این تعلیم را به حضرت ابو هریره کردند. ولو اگر انسان‌هایی که در دست مال دارند، لیک اگر قناعت را خداوند برایشان نصیب نکرده باشند، اونها حریص هستند بلکه برای خود آرامش را پیدا نمی کنند. انسانی که قناعتمند است، ببینید اگر در دست خود مال کم هم داشته باشد، اون نفر آرامش دارد، اون نفر آسوده زندگی می کند. دیگر از نعمت قناعت این است که انسان سربلند زندگی می کند، نزد نفر سر خود را خم نمی کند و اینچنین جرأت دارد و اینچنین غیرت در او دیده می شود. این نعمت قناعت است که دعا کرده باشیم که خداوند برای هر یک من و شما قناعت را نصیب کند. و در حدیث امام بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند که اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا کردند که خداوند برای خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نعمت، یک مال را ارزانی بدارد که خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم نیازمند نفر دیگری نشوند. ببینید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکنند و این دعای پیامبر معنای این نیست که پیامبر مال دنیا را خواسته باشند، بلکه همون مقداری که در یک شبانه روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم یا کمتر یا زیادتر رسانیده باشد و تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندانش نیازمند دیگری نشوند. حضرت سعدی هم اشاره بر قناعت می فرماید که قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. و اینچنین قولهای علما خیلی زیادند در باره قناعت. یکی از قولهایی که محمد ابن واسع می فرماید، حضرت خودشان نان را به آب تر کرده تناول می کردند و فرمودند که من قنع بهذا لم يحتج الى احد. هر نفری که قناعت می کند بر همان یک تکه نان و آب نیازمند کسی نخواهد گشت. قول عالم دیگری هست که اگر نفری بر همین نان و بر آب قناعت کند، غلام کسی نخواهد بود. و متاسفانه امروز می بینیم که و زیادی نفران به خاطر چند مقدار مال از قناعت خود را دور کرده اند و می بینیم که تملق‌کار هم هستند. حتی از نام دین استفاده کرده طمع می کنند، مال به دست می آورند. حتی جای هست که بر دروغ همون حالتی که اونها دارند نه چندان سخت است، بلکه بر دروغ حالت خود را سخت‌تر و دشوارتر نشان می دهند تا اینکه به آنها مال و چیزی رسیده شود و از این نعمت قناعت که محروم گشتند، در نتیجه مردم غلام می گردند در نزد ثروتمندان و نزد منصبداران.
ببینید که قناعت نعمت بزرگ است و شریعت الهی را که اینقدر یک نعمت بزرگ دارد که هر نقطه را اشاره می کند، می آموزد تا مسلمان در زندگی با عزت زیسته باشد. و یکی از نعمت‌های بزرگی که در قناعت دیده می شود، انسان را با عزت می کند، عزتمند زندگی را انتخاب می کند. و قول حضرت عمر ابن عبدالعزیز است که می فرماید اگر نفری که قناعت را پیشه می کند بزرگترین فهم را دارا هست، یعنی انسانی که در درجه بزرگترین فهم دارد، این نفر قناعت را پیشه خود می کند. دوستان گرامی، خداوند برای هر یک من و شما رزق حلال و طیب نصیب کند، قناعت را برای ما نصیب گرداند تا نیازمند نفر دیگر نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.